إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. دوستان عزیز، برادران مسلمان، امروز در ارتباط با یکی از موضوعات و مسئولیت‌های مهمی که الله متعال بر بالای ما و شما وضع کرده و ما و شما را مکلف کردگی است که به این مسئولیت خود اقدام کنیم، عمل کنیم. مسئولیت تربیه اولاد و خانواده و جامعه است که هر فرد از افراد مسلمان، مخصوصاً پدرها و مادرها، معلمین و همه مسلمان ها مکلفیت دارند تا اینکه اولادای خودان را، فامیل خودان را و همه افراد جامعه را که زندگی میکنن تربیه کنن، تربیه درست، تربیه که اونا را به سعادت و خوشبختی و رفاهیت زندگی دنیا و آخرت سوق بده. زمانی که ما از تربیه جامعه و خانواده و فامیل صحبت میکنیم، نظریات مختلف است. هر کس که افکار داره و عقاید مختلف دارن کوشش میکنن که اولادای خودان را تربیه کنن، اعضای جامعه را تربیه کنن. حکومت ها هم تلاش میکنه، معلمین هم تلاش میکنه، استادا هم تلاش میکنه، علما هم تلاش میکنه، پدرها و مادرها، همه کسایی که عقلانیت دارن اونا تلاش به تربیه میکنن. اما او تربیه که مطابق به دستور الله نباشد، مطابق کتاب الله نباشد، واقعا یک تربیه قاصر و ناقص است. زیرا اگر انسان توسط حواس خود و توسط تعقل و تفکر شخصی خود و افکار خودش بخواهد اولاد خود تربیه کند و یا اعضای خانواده و جامعه را، این نمیتونه که فامیل و جامعه را به طرف سعادت دائمی و یک زندگی خوشبخت و یک زندگی که در او امنیت دنیا و بعد از مرگش باشد او را تضمین کنه. این بالکل واضح و روشن است. ما و شما میبینیم که جوامعی که از وحی الله استفاده نکردن، از هدایات خالقشان استفاده نکردن، مطابق افکار خودشان تربیه کردن، ملت‌های خدا به هلاکت و تباهی بردن. نتانستن که اونا را به سعادت و خوشبختی سوق بدهند. این یک چیز واضح است، چون که حواس انسان و عقل انسان قاصر و ناقص است. الله وحی را نازل کرده
و یگانه چیزی الله می فرماید که شما را واقعا تربیت می کند او هدایات ما و کتاب ما است و انبیا است که شما به منهج دستور ما که قرآن است و اسلام است برین و به طریقه انسان کامل که نبی است که هم به نظریات خود و خواهشات خود کسی را تربیت نمی کنه بلکه مطابق دستور الله تربیت می کند. به اینی منهج و به اینی شیوه و به اینی اصول که حرکت کنین با شما واقعا خودتان هم خوشبخت می باشین، اولادا هم، اعضای جامعه و کل دنیا. و این سعادت ممید است غیر از این دنیا نیست بلکه به بعد از مرگ هم شما با سعادت می روین. و می خاطر در سورت انعام الله می فرماید که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یقینا اینمی قرآن و اسلام راه مست مستقیم که شما را به سعادت می رسانه. فاتبعوه، فقط تابعداری از این را کنین، بر روش و دستور و منهج از این حرکت کنین. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، ولا تتبعوا السبل، به دیگر راهها، به دیگر منهج ها و شیوه ها و افکار نروین، دیگر اصول تربیه ها را بانین، زیرا نظریات مختلف، عقاید مختلف وجود داره همیشه در جوامع. شما تابعداری دیگر راهها را نکنین. چرا؟ فتفرق بكم عن سبیله، به خاطر که شما را جدا میکند از راه الله، از راه مستقیم، از راه سعادت و خوشبختی. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، ذالکم ممی احکام که بر شما است، این هدایات. وصاکم، الله حکم قاطع میکند بر شما. وصیت گپ آخری را میگه که قطعی است، یعنی نسخ نمیشه. لعلکم تتقون، تا اینکه شما متقی شوین، تا اینکه شما وقایه و حفظ شوین از عذاب، از مصیبت ها، از مشکلات. واقعا که ما فکر میکنیم هر کسی که علم و دانش دارد در قرآن و دیگه منهج ها را میبینیم، یگانه منهجی که ضمانت کرده سعادت انسان را، که انسان اول به طرف خالقش موجد، کسی که تو را پیدا کرده به او میبره که ایمان به الله است و عمل صالح است. خالق تا بشناس با مو صفت ها، با مو قدرت و توانایی هایش و او را قبول بکو و مطابق دستورات از او عمل کردن عمل صالح است. بعد از او دیگران را به این راه دعوت دادن و در این راه مشکلات میاد، صبر و ثبات و استقامت و پایداری کردن. این اصول تربیه است برای ما شما بیان میکند. زیرا الله در قرآن میگه امن خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء، کی است که آسمان ها و زمین پیدا کرده باشد و از طرف آسمان بر شما به باران پایین کنه. فانبتنا به حدائق ذات بهجه، الله می توسط باران ما بر شما می رویانیم باغ ها و خوراک ها را که صاحب تازگی است. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، شما اختیار ندارین، توانایی ندارین که درخت زورا یا نباتات بیرون کنین و زرع کنین. اله مع الله، آیا دیگه الهی وجود داره به همراه الله؟ یعنی الله رد میکند. پس اینجا سعی کنین که تربیه از این شروع میشه که اول باید خالق تا بشناسی، آفریننده تا. این فکر نکنی که ما تصادفی آمدیم، یا این فکر نداشته باشی که بیهوده و بی مسئولیت آمدیم، ما کدام مکلفیت ندارم، کدام مسئولیت ندارم. در زندگیت بی هدف نباشی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا شما فکر میکنین و این عقیده را دارین که ما شما را بی فایده و بی مسئولیت پیدا کردیم، بی مکلفیت پیدا کردیم؟ و انکم الینا لا ترجعون، شما به طرف ما بازگشت نمیکنین، یعنی تنها همی دنیاست؟ نه، شما با یک هدف بسیار بزرگ پیدا شدین، با یک امتحان، با یک دستور، با یک مأموریت، با یک وظیفه مهم. اگر در این مأموریت کامیاب شدین که اختیارم برتان داده شده، هدایاتم برتان است، بعد از او باز شما خوشبختی و سعادت نصیبتان میشه.
اصول تربیه اسلامی، اصول تربیه درست اولاد، خانواده و جامعه در قرآن در جاهای مختلف بیان شده و ما و شما را الله متعال فرض گردانیده که خود تربیه کنیم، اولادای خود را زیر دستان خود تربیه کنیم و یک فریضه است، یک مسئولیت است. متاسفانه امروز اکثر اینمی را توجه نداره. اولادش به دنیا می و روانش، خودش هم عقیده صحیح نیست، اعمالش صحیح نیست، سر اولاد خودی توجه نداره، سر اعضای جامعه توجه نداره، فکر میکنه که فقط بر زندگی کردن خودش پیدا شدگی است. الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین خبردار، خود هم حفاظت کنین از آتش، اعمال و اسبابی که شما را به آتش میبره، و اهلیکم خانواده تانا، تابعدارای تانا، جامعه های تانا، ای را اصلاح کنین. اگنی وقودها الناس والحجاره، خاشاک ای آتش که است انسان ها، سنگ ها است، علیها ملائکه غلاظ، با بالای از آتش ملائکه سخت دل هستند، شداد بسیار سخت است، ترحم ندارند، لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی الله را نمیکنند با آن ماموریتی که بر اینا سپاریده میشه، و یفعلون ما یؤمرون، انجام میتن آن چیزی که برشان امر و دستور داده میشه. پس ای کنین، الله میگه ای مؤمنین، ایمان از تو تقاضا داره قو انفسکم، خود اول نگاه کو، خودت اول خود تربیه کو، خود اصلاح کو با منهج و کتابی که الله روان کردگی است. خودت قرآن یاد بگی، خودت هدایت پیامبر علمش حاصل کو، بعد از او اولادتا. ولی یک کسی که سرپرست فامیل باشه، خودش عقیدهش خراب باشه، خودش ناصالح باشه، یا معتاد باشه، یا حرامخور باشه، یا بیفایده و عیاش و بیبندوبار باشه، چطور میتونه یا اولاد خود تربیه کنه؟ ما در تربیه و بسیار مشکلات روبرو هستیم. اگر اولاد پدر میگیم اولاد تا تربیه کو، پدرش از اولادش کده خراب است. اگر در مکتب روانش میکنیم، معلمینش از شاگردا کده خراب است، عقیده و عملش. اگر در پوانتون ها و غیره جا اولادت روان میکنی، وضعشو کده بدتر است. یه وضعی که اولادت خوب شو از بد بدتر میشه. به می خاطر الله میگه اول خود نجات بده. بعضی ها میگه یک طفل مده مدرسه روان کردیم خدا ببخشه. این نمیشه که به یک طفل روان کردی، خودت چی کردی؟ تو اول خود از آتش نجات بده. دائم اولادت باید در تحت تربیه باشد. اصول تربیه در این باره کتاباز بخوانین، در یک جمعه نمیشه. و هر آن باید تحت کنترل باشد اولادت و زیر دستانت. هر آن، هر لحظه. یک لحظه هم غفلت خطرناک است در ارتباط اولاد و فامیل. و همین قسم که جامعه را ما تربیه میکنیم، هر لحظه متوجهشان باشیم که اینا به کدام عقاید میرن، به کدام افکار میرن، به کدام اعمال میرن. الله متعال این مسئولیت به ما و شما سپاریدگی است، یک فریضه است. و حدیث بسیار زیاد است. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یکی از شما مسئولیت دارین از زیر دستانتان، هر یکی از شما نگهبان هستین و پرسان میشین از خانواده تان، از اولادتان. رئیس هم از زیر دستانشان، آمر یک کسی که در شفاخانه ریاست و مدیریت داره از زیر دستانش سوال میشه که چی کار کرد، چی عمل کرد. و نگویه که من مدیر و رئیس هستم دیگه افراد هر کاری که میکنه. مسئولیت داره، در برابر الله مسئولیت داره که تو چی توجیه کردی این کسایی که در زیر دستانت بود، بر از اینا چی گفتی. منهج دعوت و تربیه کردن در قرآن زیاد است، اما یکی از چیزهایی که الله او را دوست دارد شیوه تربیه لقمان است که الله بر لقمان حکیم که میگیم حکمت برش داده بود و او در ارتباط اولادش بعض هدایات و بعض ارشادات و بعض راهنمایی را کرده
که الله بر ما و شما در قرآن یاد کرده که از آیت 13 سورة لقمان آیت 13 تا آیت 19 را بخوانین با تفسیر. بسیار مفید و بسیار مهم است. چه قسم ما تربیت کنیم اولاد خود را و جوامع خود را. الله در قرآن می فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان الله غنی حمید. ولقد آتینا، الله قسم است ما دادیم لقمان بر لقمان الحکمت، حکمت را، حکمت علم و فهم و هدایت اسلام برش دادیم. علم و فهم و هدایت اسلام. تمام انبیا دینشان اسلام بوده. این پسان تغییرات آمدگی است. یعنی چیزایی را برش یاد دادیم که فامیل و جامعه و دنیا را اسلام میکرد. سخنهای حکمت، سخنهای بسیار فایده‌مند، بسیار مفید، کلماتی که سعادت و خوشبختی و رفاهیت جوامع را تضمین میکنه. این که لقمان کی است؟ در این اختلافات است. بعضی میگه فرزند باورا بالاخره به پدر آذر میرسه، پدر ابراهیم علیه السلام به آذر میرسه. بعضی ها گفته 1000 سال عمر کرد و خودش عبدن حبشی یا غلام حبشی بود. غلام بود، غلام باز پسان آزاد شد و در دوران داوود علیه السلام بعد می قضا کرده، قاضی تعیین شده بود. بسیار سکوت میکرد و بسیار فکر میکرد و بسیار در وحی کوشش میکرد که دستور الله را یاد بگیره. هر گپش حکمت بود، گپ بیفایده ایج نمیگفت. ما و شما دان و مواز است، نه؟ هر چی که دان ما آمد فکر نمیکنیم، گفته میریم. کلماتی که عباس بیفایده می بود تو را نمیگفت. کار بیفایده را انجام نمیداد. یا فایده آخرت دو می بود و یا فایده دنیا. بیفایده کار را نمیکرد. کار بی حکمت، سخنان بی حکمت را نمیگفت. سیاپوست بود، از همین کشورهای افریقایی بود. حبشی یعنی ایتوپیا که حالا میگن. چهرهش زیبا نبود، لبای کلان داشت، اما علم و عقیده و به دستور الله عمل کردن. الله ایره در کتابی که تا قیامت ادامه داره زیاد کرد. اونمو حدیثی است که پیامبر میگه ان الله لا ينظر الى صوركم، الله صورت های شما را نمیبینه، سفید هستی، زیبا هستی، قد و اندامت، ولا الى اجسامکم، نه جسمت میبینه، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، قلبت. قلب ازی بسیار پاک بود، قلب ازی پر از علم و وحی بود و اعمالش بسیار خوب بود. الله به این خاطر از یاد کرد که ما برای لقمان حکمت دادیم. اکثریت میگن که نبی نبود، بنده صالح الله بود. ان اشکر لله، که سپاسگزاری نعمتهای الله را بکن. و قلیل من عبادی الشکور، نه کم بنده های مشکور است. یعنی الله را بشناس، نعمتایش، هر نعمتش شکر عملی است، مطابق دستور خاص منعم که الله استعمال کو. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، باز میگه فایده شکرگزاری و سپاسگزاری. هر کسی که سپاسگزاری نعمتهای الله را میکنه فانما یشکر لنفسه، فایدهش برای خودش است، منفعتش برای خودش است. نعمتهای الله زیاد میشه در وجودش، در دنیا و بعد از مرگش. و من کفر، و اگر کسی ناشکری و ناسپاسی و کفران میکند فان الله غنی حمید، بدون شک الله بی حاجت و بی نیاز است، از مخلوقات صفت کرده شده. یعنی الله ضرورت نداره، خود تبا میکنه. سعی کنین، چون که نصیحتی که به اولادش کرده، الله اول میگه که این نصیحت ها و این هدایات من حیث حکمت ما برش داده بودیم که انسان ها به این توجه کنه، خصوصا مؤمنین. و از قال لقمان لابنی، زمانی که گفت لقمان بر فرزندش، فرزندهای زیادی داشت، حتی بعض فرزندهای خود میگه در زندگی خود از دست داد، اما گریانی که بی صبری کنه نه، بسیار صابر بود. دوستا خو نکنین چشمایتان پت نشود. در هفته یک روز میاین و هم در اینجا چشمایتان پت است. شب جمعه وقت خواب شوین،
اوقات خود تنظیم کنیم. بعضی دوستا را اینجا من میبینم چشمایش پت است، گپای بسیار مهم، چشمش پت باشه نه بسیار یک نوع گناه است. خب هر کس خوابش میبره استاد شوه، خواب نشین، زیرا اگه خواب شدی دیگه کس که تو را دید تو هم چشمایش پت میشه. هفته یک روز بر نیم ساعت یا 40 دقیقه بسیار گپای مهم است. شنیدن خطبه واجب است، فرض است و باید وقتی بیایی که خطبه را بشنوی. بعضی آن ناوقت میان، اینا آمده رئیس وقت بین، چقدر که وقت بین. همیال ماه شعبان است، مردم بسیار روزه میگیره. پیامبر ماه شعبان اکثرش روزه میگرفت. اما همی 15 شعبان که برات میگنی، فعلا شب 14 است. امشب شب بعدی شب چی است؟ 15 براتی که میگن شب برات عبادت میکنن و چی میکنن. هیچ به فضیلت شب برات چیزی حدیث ثابت نیست، احادیث کلش ضعیف است. این ثابت است که پیامبر اکثر شعبان روزه میگرفت و از هر ماه 3 روز ترغیب کردگی است. این 13 و 14 و 15 ایام 20 میگن. میشه که شما فردا را روزه بگیرین، دیگه شه امروز هم گرفته باشین، این ثواب داره. و یا دوشنبه و پنجشنبه را اقلا اگر زیادش بگیرین هنوز خوب روزه بگیرین. و سلف صالح میگه در ماه شعبان در قرآن خدا بر روی مینداختن، بسیار قرآن میخواندن. قرآن بخوانین، تلاوت کنین با معنا و مفهوم. در دیگه جایا دیگه کشورها در ماه شعبان رمضان ماه تفسیر قرآن است. ما و شما از جهت مشکلات مختلف نتانستیم که شعبان هم باید درسای می بود، درس قرآن می بود. ولی کوشش کنین که عبادت ها را زیاد کنین، زیرا ماه رمضان می آید. اما شب برات چیزی نیست. لقمان بر فرزند خود میگه، دیگه خواب نشین دوستا، اینجا که مین متوجه باشین. و هو یعیزه، در حالی که را وعظ میکرد. وعظ چی؟ امر و نهی میکرد. امر و نهی یعنی ترغیبش میکرد به احکام الله، منش میکرد از گناه و رذایل اخلاقی و غیره. و خواست که را اصلاح کنه. تربیش از کجا شروع کرد؟ از اصلاح عقیده. یا بنی لا تشرک بالله، ای ارجمندی ما، ای اولاد ما. بنی کلمه شفقت است. لا تشرک بالله، شریک نکنی با الله هیچ کس و چیزی را. یعنی اولی که عقیده توحید، الله را در ربوبیتش خالقیت و رازقیت و مالکیت واحد بدان، در الوهیتش معبود واحد در کائنات که ذاتش عبادت شوه یک ذات است، دیگه کسی نیست حقدار عبادت و هیچ کسی دیگه حقدار اطاعت از قانون دستور نیست. کسی را به امرای الله یا چیزی را شریک نکنی، نه انسان نه مخلوق و نه کدام چیز دیگر. الله را در عبادت واحد بدان، در اسم و صفاتش واحد بدان. موضوع عقیده توحید و رد شرک قرآن خود نیم زیادش در بخش است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله 13 سال برای اصلاح عقیده در مکه دعوت داد و آیات های مکی، سوره های مکی زیاد است. یعنی قرآن زیادش در مکه نازل شده، کمش در مدینه که احکام قوانین است. اصلاح عقیده، تا که عقیده یک جوان طفل یا اعضای جامعه جور نشه و دیگه عملش جور نمیشه. بنابراین توجه ما به عقیده اولادای ما، به عقیده افرادی که تربیت میکنیم، اگر معلم هستیم، اگر عالم هستیم، اگر پدر هستیم، اگر مادر، تمام این کسایی که مسئولیت داره. گفت شرک نکنی با الله. شرک خو قرآن خو مجمل بیان میکنه، یعنی تفصیل نمیده، یعنی موضوع عقیده را برش درس داد. این شرک لظلم عظیم، با ضررش خطر شرک برش میگه. یقینا شرک بزرگترین ظلم است، از اینکه در جنایت کلان نیست که حتی الله در سورت نساء میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله شرک نمیبخشه. لئن اشرکت لیحبطن عملک، خاتم النبیین الله میگه اگر شرک کردی کل اعمال نیکت برباد میشه. 50 سال یک مسلمان عمل کرده باشه، وقتی که عقیده شرک مرتکب شد کل عملش هیچ شد. اینقدر جنایت کلان است. و شرک هم اقسام و انواع و مظاهر خود داره، بسیار زیاد است که حتی پیامبر میگه شرک مثل همون مرچی خرد است که در بدن داخل میشه نمیفهمی. شرک اکبر و شرک اصغر است، کلش در اسلام منع شدگی است. بزرگترین باشه کوچک باشه،
شرک نکنی، شرک برای اولادت نشان بده، توحید یادش بده. وقت به وقت درس عقیده باید جاری باشه. در خانه درس باید جاری باشه. دیگه در مدرسه، در مکتب، در هر جای مراکز دعوتی، مراکز تربیتی جایی ببری که اونجا عقیده توحید بیان شود، کتاب الله بیان شود، قرآن بیان شود. و وصینا الانسان بوالدیه. دومی که بعد از اینکه الله را شناختی، از شرک دور شدی، فقط الله را عبادت کردی، حق والدین تا بشناس. اولاد بگو که پدر چی حق داره، مادر چی حق داره. حال اکثر اولادا را ببینی یا افراد جامعه را میگه پدر آزار و مادر آزار، نه؟ حق پدر و حق مادر. حق یعنی که ضرر رسانده. حقی نیست که به زبان پدر بگه عاقد کردیم، این مثل طلاق چیز نیست. یا مادر بگه که ما عاقد کردیم، حقی نیست. حقی است که پدر و مادر به ناحق بر ضرر رساندی. پدرت خفه ساختی، ناق گپ حق نگفتی، گناه کردی. اینمی عاق شدن است. وقتی که اولادت بفهمانی که پدر یک حق داره، بازو خودش احترام میکنه، خودش میفهمه. او را که تربیه نکنی از او چی جور میشه؟ الله میگه ما حکم کردیم انسان به پدر مادرش احسان به احسان کردن. حملته امه، به خاطر که حمل میکنه ایره مادرش. مادر باز حقش از پدرم کده زیاد است. وهنن علی وهنن، از یک تکلیف به دیگه تکلیف ازی که حامله میشه تا 9 ماه گشتاندن، باز به دنیا آوردنش، با تربیه کردنش، 2 سال شیر دادنش، چقدر تکلیفه. و فصال فی عامین، جدا کردنش در 2 سال ایره شیر میته. انشکر لی ولی والدیک، سپاسگزاری مرا بکو، یعنی ناسپاسی از هر دستور ما الله میگه اطاعت کنیم. ولی والدیک، و از پدر و مادرت. الی المصیر، به طرف ما بازگشت شماست. یعنی اگر نکردی مستحق عذاب هستی. ناسپاسی والدین نکنین. والدین چقدر خدمت میکنه به اولاد. در خوشحالیش خوش است، در غمش غمگین میباشه. مادر شبها خواب نمی داشته باشه، خصوصا یا مخصوصا والد مادر بیان کرد حقشه. و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما. حال در این آیت الله میگه که از مادر و پدر خدام جور نکنین، معبود جور نکنین. و اله شده نمیتونه. احترامش به این حد نباشه که او تو را به گناه و به حرام و به ناروا دستور میته و تو بگوی صحیح است. برو میگه از بانک پیسه سود بیار، برو هر قسم پیسه جمع میکنی. اگر نه اینطوره، اگر نه ما باز عاقت میکنم. نه، مادر و پدر حق خود داره، اما محدد مشخص است. هر کس، استاد، عالم، مولوی، کلان، هیچ کس اطاعتش در اسلام مطلق نیست. یعنی که هر چی که گفت، هیچ کسی، نه قماندان، نه وزیر، نه پادشاه، و نه مولوی، و نه استاد، و نه مادر، و نه پدر. بسیاری را ببینی گناه کده رئیس، یک چیز گوشت حرام میخوره، چرا این کار میکنی؟ والا شوهرم خفه میشه. شوهر چی کنیم دیگه؟ گرفتار شدیم که تمی شوهر مجبور که حرام خورد حرام بخوریم، مگه حلال خورد حلال بخوریم. این بسیار یک جنایت کلانه، این گناه بسیار بزرگ است. و اگر عقیده کنی که اطاعت از این صحیح است، اینجا ایمان تا مدرس میتی. این کار نکنین. شوهرم خفه میشه، پدرم خفه میشه، مادرم خفه میشه، نامش گناهست که در رئیس. خانم چی میگه؟ گیر ماندیم دیگه. کتی شوهر گیر چی ماندی؟ اسلام تو را خو دعوتش بده، اسلام میشه نمیشه طلاق تا بگی. اون شوهری که سر تو حرام خورانده رئیس 24 سال جنایت کرده رئیس، که تازه زندگی کردن حرام است، خاطش میری. اسلامی تو نگفته گیر ماندی. گیر چی ماندی؟ صدها مرد دیندار دیگه است. خواهشات تا تابع اسلام بکو. بعضی سوال میکنه که شوهر گیر ماندیم میتو شده، اولادا میگه که پدر بد گیر ماندیم چی کنیم دیگه. والا مرا میگه عاقت میکنم. خوش کنه باشین که از پدر خدا جور نکنین، یا از مادر، یا از شوهر، یا از فلانی خان. و این جاهدا که اگر کوشش میکنه پدر مادر سه که 24 ساعت کوشش میکنه علا به این کار ان تشرکه که شریک بسازی به ما لیس لک بی علم، چیزایی که تو با او علم نداری.
فلا تطیعهما، اطاعتش نکنی. بسیار حق داره اما در گناه. پیامبر صلی الله علیه و در حدیث صحیح بخاری لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، در صورتی که گناه بل خالق است، اطاعت مخلوق هیچ مخلوق نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و گفت در آینده حاکمان میاین شما اطاعت کنین ما لم یؤمر بمعصیه، تا که به گناه امر نشده. از طرف حاکم به گناه اگر امر شدی فاذا امر بمعصیه فلا سمع ولا طاعه، اگر یک حاکم یا یک وزیر یا یک کلام به گناه امر کرد، نه گپش بشنو و قبول کو و نه اطاعتش بکن، بلکه مخالفتش واجب است. شخص پرستی، رهبر پرستی در اسلام نیست، حرام است. یا کلان پرستی که هرچی کلان و مازدگانی یکم گپ میشه، گپ میبرن به ریسفیدا، ریسفید به ضد اسلام فیصله میکنه. ایچی میگه خیر از دیگه گپ ریسفیدا نمیشه که را بشکنانیم. نه، چطور نمیشکنانی گپ از را؟ باید بشکنانی گپش. گپ الله، دستور الله خالقت و پیامبرش ایره قطعا نشکنان. دیگه کل دنیا که خفه میشه بشکنانش. فلا تطیعهما، اطاعتش میگه نکنی. امی لقمان حکیم هم امی گپا را به اولاد خود میگه که اگر پدر مادرت به گناه، به شرک و غیره حکم کرد، خبردار که اطاعتش نکنی. و صاحبهما فی دنیا معروفه، در دنیا با امرایش نیکی که پدر مادر است، اگر مشرک هم است دعوتش بده به لهجه نرم که نمیشه با در دنیا خدمتش بکن در کارهای دنیا. و تبع سبیل من اناب الیه، چقدر گپ مهمه. و تبع تابعداری کو راه کسی را که اناب الیه، انابت به ما داره. انابت ما یک وقت براتون تعریف کرده بودم. انابت بنده منیب، انسان منیب، مؤمنی که دو انابت باشه، معنایش چی است؟ معنایش چیست که فقط توجهش به الله است، دستور از الله میگیره، اطاعت از خالق خود میکنه، خضوع داره، منقاد فقط برای الله است. اینی را منیب میگه. به دیگه کس توجه نمیکنه. منیب همیشه اعتمادش به خالقش است. منیب همیشه اطاعت از الله میکنه و اگر اشتباه شد توبه میکنه و رجوع میکنه. انابت با وحی میشه. هر کسی که دو انابت است تابعداری از او را کن. این از زمین ثابت میشه که حتی تقلید شخصی از یک عالم بدون دلیل گپ رفتن نیست. هر کسی که به می خاطر ما میگیم هر امام مجتهد که گپش مطابق قرآن حدیث به سر و چشم قبول میکنه. هر امام مجتهدی که تقلید شخصی از زمین آیت رد شد. و تبع سبیل من، هر کسی که اناب الی، انابتش به طرف مست، تابعداری از او را بکن. یا اولاد خودم میگه گپ کسی را قبول کن که منیب است، از وحی الله، دستور الله استفاده میکنه. ثم الی مرجعکم، باز به طرف ما بازگشت شماست. فانبئکم بما کنتم تعملون، الله میگه شما را به اعمالی که انجام دادین در دنیا خبر میتم نتایجش. یعنی به طرف ما میاین، قیامت است، دوباره بحث بعد الموت است. یا بنی انها، ای فرزندم، ای اولادم، انها یقینا اگر می عمل صالح، ان تکم مثقال حبه، اگر به اندازه یک ذره باشه، من خردل، دانه اوری باشد یا ارزن باشد، یعنی یک چیز بسیار کوچک، اعمال نیک یا بد، فتکن فی صخره، پسی در بین یک سنگ باشد، او فی السماوات، یا در آسمان ها، او فی الارض، یا در زمین، یأتی به الله، الله او را میاره. یعنی هیچ عمل نیک حقیر نشمار، هر عمل، هر ثواب انجام بده و هیچ گناه را، یعنی اشاره بسیار عزیز که اگر گناه و جنایت کنی در هیچ جای پنهان شده نمیتونه. در بین سنگ هم باشه الله میفهم، در آسمان ها و در زمین هم گناهت باشه الله میفهمه. ان الله لطیف خبیر، الله بسیار باریک بین و خبردار است. یعنی هیچ اعمالتان از الله پوش نمیشه، پنهان نمیشه. هر عمل نیک ارزش بده، از هر گناه دور باش. چقدر نصیحت خوب. باز میگه یا بنیه، ای اولاد ما، اقم الصلاه، پابندی بکو به نماز. نماز بسیار سعی کنید در کل امتا اقیم الصلاه و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. نماز در کل امتا بوده. ما گفتیم که لقمان در دوران داوود علیه السلام زندگی میکرد یا پیش از او. میگه نماز
اقامت چما پابندی بگو به نماز، هدفش تمام عبادت های بدنی را انجام بده. یه تو یک اولاد باشه که 5 وقت در جماعت باشه، عقیدهش توحید باشه، احسان کننده با والدینش باشه. و امر بالمعروف، حالا میگه نماز که برپا کردی باز و امر بکو، تشویق کو دیگه جامعه را، دوستایت بالمعروف، با اعمال نیک، با فرائض، با واجبات، با سنن، با مستحبات، هر چیزی که در اسلام عمل نیک است دیگران را تشویق، یعنی دعوت بده. یعنی اولادت بگو که باید تو دعوتگر باشی، علم به درجه حاصل کو که جامعه را اصلاح کنی. تنها صالح نباش، مصلح باش، دیگران را اصلاح کن. اگر میال تماما اولادای ما و شما، جوانای ما و شما کلش مصلح شوند، نه کلش دعوتگر شوند، دقیق کنین در جامعه فساد نمیبینیم. در جامعه فساد ریشش کنده میشه، هیچ کس مفسد فساد کرده نمیتونه. وقتی که جوان مصلح باشد هیچ وقت پشت ظالم نمیره، از ظالم حمایت نمیکنه، بنا ظالمان از جوامع گم میشن. و امر بالمعروف، امر بکو به نیکی ها، و انهی عن المنکر، از گناه مانع شو مردم، نمان گناه باشه. در جامعه میگن در خانواده گناه را نمان، علیه گناه مبارزه کن. چقدر گپ مهم. باز میگه که در این راهی که دعوت میتی تکلیف میآید، بی غیرت بزدل نباش، واصبر علی ما اصابک، صبر بکو، ثابت قدم باش، پایدار باش به اون چیزی که به تو میرسه. مصیبت است، از مصیبت ها نترس. اولاد خدا میگن اگر در راه اصلاح، در راه دعوت مفسدین علیت خیستن، ثابت قدم و پایدار باش. تو نشه کمی مصیبت برات رسید اسلام ها میلا بودی، دین ها میلا بودی، باز بری در یک راه دیگه زنده باد مرده باد شوی. نه مشکل باشی. این ذلک من عزم الامور، یقینا این گپا از امور مقصوده، یعنی از جمله فرائض است. عزم الامور چه معنا؟ فرائض. عزم الامور یعنی بسیار گپای مهم است، بسیار چیزای مهم است. باز میگه در دعوت کردنت متکبر نباش. مشکلی که در جوامع فعلی وجود داره در بین مسلمان ها، یکی عقیده توحید دعوت نمیتن، سر عقیده مردم کار نمیکنه. دوم بد اخلاقی است، گندیدگی است. ببینیش که گپش ببینی، چهرهش ببینی، وقتی که به طرفش میبینی خوشت نمیاد گپاش بشنوی. میگه ولا تصعر خدک للناس، روی و رخسارت از مردم دور نده، یعنی متکبر نباش، بسیار با اخلاق نیک، با پیشانی باز، با الفاظ ملایم، با چهره بشاش با مردم دعوت بده و با مردم روبرو شو. اگر ما و شما از این هم استفاده کنیم، دومش در راه دعوت و اصلاح واقعا مردم جلب میشه و جذب میشه و مردم اصلاح را میپذیره، مردم اسلام را میپذیره، مردم ایمان عمل صالح را میپذیره. اما اگر بد اخلاق بودی، حال ما شما یک گپ دو وقت ببینی که احساساتی میشه. چرا احساساتی میشه؟ ولا تصعر خدک للناس، روی تا مردم نگردان. ولا تمشي فی الارض مرحا، در روی زمین به تکبر را نرو. یعنی تکبر، اگر به تکبر رفتی بعضی ببینی که گپ میزنه رویش این طرفه، که تازو گپ میزنه روی خود ایسو گرفته. نه به علمت مغرور شو متکبر شو، نه به جوانیت مغرور و متکبر شو، و نه به مال و سرمایت. هشدار است، خبردار. الله برات داده، اگه علم داده، اگه سرمایه داده، اگه قوت داده، متکبر نشو. در روی زمین به تکبر را نرو. ان الله لا يحب كل مختال فخور، الله دوست نداره هر متکبر، مختال متکبر، کلانکار، بد اخلاق، فخور، فخرناک، فخر میکنه. ما ای تو داریم، اق پیسه داریم، اق خانه داریم، ای تو داریم، تو چی هستی؟ نه، توهین میکنه دیگران. این الله دوست نداره. یعنی با تواضع، با عاجزی، با اخلاق حسنه با مردم روبرو شو. واقصد فی مشیک، در رفتارت میانه روی را در نظر بگی. وقتی که میری نه بسیار تیز برو، نه بسیار آستا برو، و همین میانه روی در همه کارا میانه رو باش. افراط تفرید نکو در دعوت، در عبادت.
واغضض من صوتک، آواز تا پایین کو، بسیار چیق هم نزن. بعضی بسیار چیق میزنه مردم رو به تکلیف میکنه. بسیار پایین هم گپ نزن کسی آواز تا نشنوه. یعنی به اندازه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آوازا آواز خر است، بسیار چیق میزنه و سر انسان بد میخوره. به مو اندازه که مردم بشنوه گپای تو را. سعی کنید که چقدر اخلاقیات از عقیده شروع کرد و از حقوق والدین شروع کرد و از نیکی ها شروع کرد و از عبادات شروع کرد، بیان کرد، ادامه داد تا به دعوت، تا به اخلاق، تا به پایداری و ثبات. این چند چیز، یعنی وقتی که ما اولادای خود این چونین تربیه کنیم، این در وجودش نهادینه بسازیم، چقدر اولادای نیک، چقدر جامعه پاک، چقدر جامعه صفا با ما نه دوزه اونجا میبینیم، نه موبایل دوزه، نه اختطافچی را، نه قاتله و نه زناکاره و نه مفاسد اخلاقی و رابطه نامشروع عاشقی را. این چیزا را هیچ در جامعه خود نمیبینیم. یک جامعه پاک، صاف، به امن میباشد. خب به شرطی که ما این مسئولیت های خود درک کنیم دوستا، مطابق از این عمل کنیم. موضوعات تربیه بسیار زیاد بود، اما من بسیار مختصر ازی گفتم که برتان آسان هم است. سورة لقمان از آیت 13 تا 19 را تفاسیر ببینین، دیگر سر اولادایتان، سر افراد جامعه، سر زیر دستان، کلش خانم است، نمیفهمه. همه را باید اصلاح کنیم و این مسئولیت است، یک فریضه است. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم.